ما توی این بخش میخوایم درباره جنرالایز لود بالانسینگ صحبت کنیم که پیش از این توی بخش اول در مورد خود مسئله لود بالانسینگ صحبت کرده بودیم. لود بالانسینگ ما M تا ماشین داریم و N تا جاب تو خود اصلی لود بالانسینگ که پیش از این بررسی کرده بودیم و میخواستیم که هر جاب رو به ماشین ها جوری اساین بکنیم که میک اسپن این ماشین ها که برابر میشه با ماکسیموم لود این ماشین ها مینیموم بشه. توی خود لود بالانسینگ ما میتونستیم هر جاب رو به همه ماشین ها اساین بکنیم، ولی اینجا میایم این شرط رو یکم ضعیفتر میکنیم و برای هر جاب یه سری مجموعه زیر مجموعه مجاز از ماشین ها تعریف میکنیم که این جاب فقط میتونه روی این ماشین ها ران بشه و ران شدن این جاب هم باید به صورت کانتیگوسلی باشه و یعنی به صورت پیوسته روی این ماشین ران بشه. نمیشه به صورت مثلا نصفش توی یه ماشین ران بشه و نصف دیگهش توی ماشین دیگه. بنابراین توی جنرال لود بالانسینگ ما M تا ماشین داریم، N تا جاب داریم. هر جاب به صورت پیوسته میتونه توی زیر مجموعه مجاز از MJ از ماشین ها ران بشه. هر جاب دارای زمان پروسس TJ زمان طول میکشه تا اون جاب ران بشه و انجام بشه و تموم بشه و هر جاب در هر واحد زمانی و هر ماشین در هر واحد زمانی تنها میتونه یک جاب رو اجرا بکنه. اگه JI زیر مجموعی از جاب ها بشه که به ماشین I اساین شده باشن، لود اون ماشین رو برابر با مجموع زمانهای انجام برای اون کارهای اساین شده به ماشین I در نظر میگیریم و میک اسپن ماکسیموم لود همه ماشین هاست. چه زمانی طول میکشه تا همه ماشین ها لودشون اون جاب هایی که بهشون اساین شده رو انجام بدن و تمام بشه. مسئله جنرال لود بالانسینگ همینه که ما جوری جاب ها رو به ماشین ها اساین بکنیم که اولا ماشین جاب ها به ماشین های مجازشون اساین شده باشن و دوما این میک اسپن رو مینیمایز کنیم. خود مسئله لود بالانسینگ بنابراین یه اسپشال کیس از جنرال لود بالانسینگ محسوب میشه اگه که ما ماشین های مجاز برای هر جاب رو تمام ماشین های ممکن در نظر بگیریم. یه اسپشال کیس دیگه واسه یه جنرال لود بالانسینگ میشه مسئله پرفکت مچینگ توی گراف های دو بخشی که اگر ما توی گراف دو بخشی یه زیر مجموعه از نودها رو جاب در نظر بگیریم و اون یکی رو ماشین ها در نظر بگیریم و تی جی مساوی با 1 باشه و ام جی ماشین های مجاز واسه جاب جی ماشین هایی باشن که بین این گراف دو بخشی بین اون نود آی و نود جی یالی وجود داشته باشه. حالا توی این گراف دو بخشی یه پرفکت مچینگ وجود داره اگر و تنها اگر توی مسئله جنرال لود بالانسینگ یه میک اسپن 1 وجود داره، یه اساینمنتی از جاب ها به ماشین ها وجود داشته باشه با میک اسپن 1 و این دوتا از اسپشال کیس های جنرال لود بالانسینگ هن که بعدا به این پرفکت مچینگ دوباره میرسیم و یه اشاره بهش میکنیم. حالا اپروچ ما واسه حل جنرال لود بالانسینگ چجوریه؟ اگه بخش قبلی رو مطالعه کرده باشید اونجا هم تقریبا چنین اپروچی رو داریم. اول میایم یه فرمولیشن معادل با جنرال لود بالانسینگ به زبان اینتجر لینیر پروگرامینگ می نویسیم و از اونجایی که اینتجر لینیر پروگرام یه مسئله NP هارده و ما اون نمیتونیم حل بکنیم میایم یه ریلکسیشن روش میزنیم و یه مسئله LP از روش میسازیم. این مسئله LP چون الگوریتم پولینومیال واسش وجود داره به راحتی میتونیم حلش بکنیم و به ما یک جواب میده. ما این جواب رو میایم تبدیل میکنیم به یک جواب برای ILP و اون جواب برای ILP میشه یک جواب برای خود جنرال لود بالانسینگ. بنابراین ما لازم داریم که بیایم این مسئله جنرال لود بالانسینگ رو تبدیل به یک
اینتجر لینیر پروگرامینگ بکنیم. میایم یک متغیر xij تعریف میکنیم که xij مدت زمانیه که ماشین i صرف انجام دادن جاب j میکنه. بنابراین ما میخوایم مینیموم ال رو به دست بیاریم به طوری که مجموع زمان صرف شده توسط همه ماشین ها برای انجام جاب j باید مساوی با خود تی j باشه و مجموع زمانهایی که ماشین آی برای همه جاب ها انجام میده باید کوچکتر مساوی با ال باشه و هر کدوم از این x i j ها اگر j یک جاب باشه و اگر i عضو ماشین های مجاز جاب j باشه x i j میتونه یا صفر باشه یا تی j باشه و اگر i عضو ماشین های مجاز j نباشه x i j قطعا مساوی با صفر. این فرمولیشن دقیقا برابر با خود مسئله اصلی جنرالایز لود بالانسینگ و هر جواب واسه این مسئله یک جواب واسه جنرال لود بالانسینگ محسوب میشه. و همونجوری که اشاره کردم این مسئله NP هارده و ما اینو نمیتونیم حل بکنیم و میایم یک ریلکسیشن روی ILP میزنیم به این صورت که در اینجا هر کدوم از اون x های j ها یا صفر میتونستن باشن یا تی j. ما میایم این امکان رو به مسئله میدیم که مقادیر بین صفر و تی j رو هم بتونن اختیار بکنن و x i j هر مقدار پیوسته بین صفر و تی j رو میتونه به خودش بگیره که این رو به این صورت به مسئله تغییر دادیم که x i j بزرگتر مساوی با صفر. اون شرط x i j کوچکتر مساوی با تی j هم به صورت ضمنی داخل خود قیدهای LP هست. اون قید اول که میگه سیگمای x i j به ازای همه آی ها باید مساوی با تی j باشه به صورت ضمنی بیان میکنه که هر کدوم از اون x i j ها باید کوچکتر مساوی با تی j باشه. حالا ما میایم چند تا لم در مورد اینها اثبات میکنیم که لم های ساده ای و از این لم ها استفاده میکنیم تا یه سری قضایی ها رو اثبات بکنیم. لم اول میگه که اپتیمال میک اسپن بزرگتر مساوی با ماکسیموم زمان انجام دادن جاب هاست. اینجا اپتیمال میک اسپن منظورش جواب بهینه برای مسئله اصلیه. جواب بهینه برای مسئله اصلی یادتون باشه اونجا هر جا باید به صورت پیوسته روی یک ماشین ران میشد و نمیتونست نصف یه جاب روی ماشین و نصف یه جاب روی ماشین دیگه ران بشه. بنابراین یه جابی هست که این طولانی ترین تی جی رو داره، این طولانی ترین زمان انجام شدن رو داره و یه ماشینی به هر حال باید این رو ران بکنه. بنابراین میک اسپن هر چند هم که کوچیک بشه از این کوچیکتر نمیشه چون این جابه به هر حال باید یه ماشین انجام بده. لم دو میگه که اگر L یه جواب بهینه برای مسئله LP برای مسئله ریلکس شده LP باشه آنگاه اپتیمال میک اسپن L استار بزرگتر مساوی با L که این باز یه چیز طبیعیه چون مسئله LP یه قیدهای کمتری نسبت به ILP داره. تو ILP گفتیم که x i j یا صفر میتونه باشه یا تی j. تو LP که ریلکسش کردیم گفتیم نه x i j نه تنها میتونه صفر و تی j باشه بلکه هر مقداری بین صفر و تی j رو هم میتونه به خودش بگیره. بنابراین کاملا منطقیه که جوابی که LP پیدا میکنه جواب بهینه‌ای که LP پیدا میکنه یا همون جواب بهینه ILP یا از اون بهتره. پس اینم از لم دوم. حالا تو لم سوم
ما ایده اصلیه اینکه کلا چجوری از جواب LP میخوایم یک جواب واسه ILP به دست بیاریم رو مطرح میکنیم. فرض کنیم که X یه سولوشن واسه LP باشه و این سولوشن یه جواب شدنی صرفا واسه LP، اصلا ما کاری به جواب بهینه واسه LP نداریم. X صرفا یک جواب بهینه واسه LP و وقتی میگیم X یک جواب واسه LP یعنی اینکه ما تمام این X, I, J ها رو میدونیم که مقدارشون چیه و درنش اون L رو داریم. وقتی که یک جواب شدنی از LP داشته باشیم میایم یک گراف از روی این جواب میسازیم. این گراف به چه صورته؟ میایم به ازای همه جواب‌ها و ماشین‌ها یک نود میذاریم و نود ماشین I رو به نود جواب J وصل میکنیم اگر تو اون جواب XIJ بزرگتر مساوی با 0 باشه. حالا ادعامون اینه که این گرافی که ساختیم بدون دور خواهد بود و یعنی به صورت یک درخت خواهد بود و اگر دارای دور باشه و درخت نباشه میتونیم تبدیلش کنیم به یک درخت و یک دور و یک گراف بدون دور که اثبات این رو چند اسلاید بعدتر میبینیم. الان نکته اصلی اینه که ما جواب LP رو داریم، چجوری از روش یک جواب واسه ILP، یک جواب واسه مسئله اصلی بسازیم که دقیقا فرآیند این کار دقیقا با استفاده از همین گرافیه که تا الان ساختیم. اینجوری که فرض کنیم همین X یه جواب LP باشه و این گرافی که از روش ساختیم یک فارست باشه، یک مجموعی از درخت‌ها باشه که هر کدوم از درخت‌ها رو به صورت رندوم از یه دونه نود ماشینش بلند کرده باشیم و به عنوان ریشه اون درخت در نظر گرفته باشیم. چجوری از روی این جواب LP بیایم یه جواب واسه ILP بسازیم؟ اینجوری که اگر تمام نودهای جاب ها رو بررسی میکنیم. اگر اون نود جاب یک لیف بود، یک برگ بود، میایم اساینش میکنیم به پرنت ماشینش و اگر اون نود جاب یه نود میانی بود یعنی مثل اینا بود یا مثل این، میایم اساینش میکنیم به یکی از چیلدرن های ماشینش. پس اگر لیف بود اساینش میکنیم به پرنت ماشینش و اگر میانی بود اساینش میکنیم به چیلدرن ماشینش. الان توی این شکل اون نقاط پررنگ اساین شده هان و اون نقاط کمرنگ اونایی که میتونستن اساین بشن. بنابراین اینجوری از روی جواب LP یک راوندد سولوشن واسه ILP ساختیم. چرا بهش میگیم راوندد سولوشن؟ به خاطر اینکه همونجور که گفتیم تو ILP XIJ ها میتونستن یا صفر باشن یا TJ و تو LP گفتیم که هر مقدار بین 0 تا TJ رو هم میتونن بگیرن. ولی خب ما زمانی که میخوایم جواب LP رو تبدیل کنیم به جواب ILP باید تصمیم بگیریم در مورد هر کدوم از این XIJ ها که این XIJ یا باید به 0 رون بشه یا باید به TJ رون بشه و با این تصمیمیتون اساین میکنیم هر کدوم از این جاب ها رو به ماشین. بنابراین یه جورایی داریم اون XIJ های رو روند میکنیم تا به یه جواب واسه ILP برسیم. همین بهش میگیم راوندد سولوشن. حالا لمت 4 چی میگه؟ لمت 4 میگه که راوندد سولوشن فقط جاب ها رو به ماشین های مجاز اون جاب اساین میکنه که بازم چیز منطقی رو داره میگه، چون جاب J تو راوندد سولوشن به ماشین I اساین میشه اگر XIJش مثبت باشه. XIJ چه زمانی مثبت توی یک جواب LP؟ موقعی که اگر دوباره اون فرمولیشن LP رو بیاریم XIJ فقط زمانی میتونه مثبت باشه که اون آیه توی
ام جی باشه، تو ماشین های شدنی ما جاب جی باشه. بنابراین این جاب موقعی که جابجایی موقعی که اساین میشه به ماشین آی باید جزء توی جواب شدنی باشه. جواب شدنی هم این قیدها رو حتما رعایت کرده. بنابراین هر جا فقط به ماشین مجازش اساین میشه. حالا لم 5 میگه که اگر جاب جی یه نود برگ باشه، یه نود لیف باشه و ماشین آی پرنتش باشه، در این صورت ایکس آی جی مساوی با تی جی میشه. چرا؟ چون اگر نود جی یه برگ باشه یعنی اینکه به تمام بله اوی. داشتیم میگفتیم که اگر نود جی یه دونه برگ باشه فقط و فقط به نود ماشین پرنتش متصله، یال داره و به هیچ کدوم از یا ماشین های دیگه یالی نداره. بنابراین ایکس آی جیش با ماشین های دیگه صفره، چون اگر ایکس آی جیش مثبت واسه یکی دیگه از ماشین ها برای یال بین اون جاب و اون ماشین وجود داشت. حالا که وجود نداره پس همه به ازای همه ماشین های دیگه ایکس آی جی اون صفر. از طرفی توی فرمول بندی ال پی داشتیم که مجموع ایکس آی جی ها بر مساوی با تی جی باشه. بنابراین کاملا طبیعیه که تنها ایکس آی جی که سمت چپ باقی میمونه همون ایکس آی جی پرنتشه، پس ایکس آی جی مساوی با تی جی میشه. حالا لم 6 میگه که حداکثر فقط یک نود میانی به هر ماشین اساین میشه. حداکثر فقط یه دونه، یا هیچی اساین میشه یا حداکثر فقط یه دونه اساین میشه، که اینم بازم منطقیه چون این گرافیک درست کردیم گفتیم که فرض کردیم که درخته بدون دوره. بنابراین هر ماشین توی این گراف داره یک پرنته و گفتیم که نودهای میانی که جاب باشن تنها به یکی از ماشین های چیلدرنشون اساین میشن. بنابراین برای ماشین ها تنها یک حالت وجود داره که یک جاب میانی بهش اساین بشه و اونم اینه که اون جاب پرنتش بهش اساین بشه. بنابراین حداکثر فقط یه دونه جاب میتونه، یک دونه جاب میانی میتونه به هر ماشین اساین بشه. حالا توی این قضیه تمام چیزایی که گفتیم رو، چیز اصلی که میخوایم بگیم رو اثبات میکنیم که راوندد سولوشن یه تو اپروکسیمیشن. اثباتش به این صورته که فرض کنیم جی آی جاب های اساین شده به ماشین آی باشه. در 6 ما میدونیم که نودهای جاب نودهای اساین شده به ماشین آی دو دستن. یه دونه جاب هایی که لیف بودن و به ماشین آی اساین شدن و یه دونه جاب هایی که پرنت اون تک دونه جابی که پرنت ماشین آی بوده و بهش اساین شده و میایم جداگونه لود ماشین آی رو هر کدوم از این نودها بررسی میکنیم. لود ماشین آی روی جاب هایی که لیف بودن و بهش اساین شدن مساوی میشه با سیگمای تی جی ها به ازای این جی هایی که نود بودن، که این طبق لم 5 که ثابت کردیم ایکس آی جی مساوی تی جی میشه. این مساوی با سیگما ایکس آی جی ها به ازای جی هایی که نود برگ بودن، که این کوچکتر مساویه با سیگما ایکس آی جی ها به ازای همه جی های این ماشین آی، که میایم اینجا صرفا شرط جی لیف بودن رو برداشتیم و یک کوچکتر مساوی گذاشتیم که
سیگما ایکس آی جی ها کوچکتر مساوی با ال طبق این فرمول بندی LP که داشتیم. یکی از قیدها دقیقا همین بود که سیگما ایکس آی جی ها و کوچکتر مساوی با L باشه که خود L هم طبق لم دویی که ثابت کردیم کوچکتر مساوی با L استار. پس لود ماشین آی به ازای جاب هایی که لیف بودن و بهش اساین شدن کوچکتر مساوی با ال استار و به ازای اون تک دونه نود میانی، نود جاب میانی که بهش اساین شدم طبق لم یکی که داشتیم تی اون جاب کوچکتر مساوی با ال استار. بنابراین لود ماشین توی این دو حالت کوچکتر مساوی با ال استار میشه. یه جمع بزنیم لود نهایی، لود کل ماشین آی کوچکتر مساوی با دو ال استار. بنابراین اون جواب بهینه‌ای که اون جوابی که با استفاده از راوند سولوشن به دست میاریم در نهایت کوچکتر مساوی با 2 برابر جواب بهینه است. این از این. پس تنها چیزی که میمونه که اثبات بکنیم اون لمس است که ثابت بکنیم این گرافی که از روی جواب LP ساختیم یک درخت داره بدون دوره و اگر دارای دور بود میتونیم تبدیلش کنیم به یک گراف بدون دور. برای اینکه چنین چیزی رو اثبات کنیم لازمه که یک فرمول بندی دیگه از LP ارائه بدیم. یک فرمول بندی که با شبکه و نتورک انجام میشه. سوالی داشتید؟ هر گراف بدون دور درخت و اینم نه این جهتدار نیست. آره همینجوری صرفا وصل کردیم هر کدوم از جاب ها رو به ماشین. بنابراین ما نیاز به یک فرمول بندی دیگه از LP داریم که با استفاده از اون یه ابزاری به دست بیاریم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. که اگر دقت کرده باشید گفتم که یه جا دوباره به اون مسئله دو بخش گراف پرفکت مچینگ تو گراف دو بخشی میرسید، چون راه حل اصلی ما واسه اون مسئله پرفکت مچینگ تو گراف دو بخشی همون شبکه و نتورک و اینا بود. بنابراین این ایده به ذهن میرسه که شاید بشه از اون ایده ها واسه خود مسئله جنرال لود بالانسی که مسئله کلی‌تر از پرفکت مچینگ استفاده بکنیم که پاسخش هم بله است و میتونیم واقعا از این فرمول بندی اینجا استفاده کنیم. اینجا میایم یک شبکه درست میکنیم که هر کدوم از این نودهای جاب داره ساپلای تی جی هن و نود یه سری نود واسه ماشین ها میذاریم که هر کدوم از این جاب ها با ظرفیت بی نهایت به این ماشین ها متصل میشن و یه دونه نود دمان تقاضا هم میذاریم که این تقاضاش مساوی با سیگمای تی جی هاست و هر کدوم از این ماشین ها با ظرفیت L به این نود وصل میشن. این مسئله که واسه این شبکه با این مقدار ولیوی L یک جریان ممکن، یک جریان فیزیبل وجود داشته باشه معادل با این میشه که توی اون فرمول بندی LP یک جواب شدنی با مقدار ولیوی L وجود داشته باشه و این دوتا دقیقا معادل با هم و اصلا از روی همین شبکه نتورک میشه اون گرافی که اسلایدهای قبل ساختیم رو بسازیم اینجوری که بیایم این نود وی رو حذف بکنیم و
هر کدوم از این یال‌ها هم حذف می‌کنیم و هر کدوم از این یال‌هایی که جاوا رو به ماشین‌ها وصل کرده اگر صفر بود اون هم حذف بکنیم. و یه نکته هم که یادم رفت در مورد این ساختن نتورک بگم که هر کدوم از این جاب‌ها فقط به ماشین‌های مجاز خود اون جاب وصل میشه و یال اون چیز بی‌نهایت ظرفیت بی‌نهایت داره، چون مثلا این جاب این مثلا ماشین مجازش نبوده و همه یالی بین این دوتا نیست. حالا این فرمول بندی فلو چه کاربردی واسه ما داره؟ همون اثبات لمسه. فرض کنیم که XL یه سولوشن واسه LPه و ما همون گرافی که استادی پیش ساختیم واسه این سولوشن ساختیم. حالا اگر این گرافی که ساختی بدون دور باشه که همون چیزیه که دنبالش بودیم، ولی اگه دارای دور بود میایم با همون فرمول بندی فلو نتورک اون چیزشو اون گرافه رو رسم میکنه که گفتم که این دوتا گرافی که واسه نتورک و فلو میسازیم معادل با همون گرافی که خودمون تو اسلاید قبلی ساختیم. میایم با استفاده از تکنیک های فلو اون دورها رو حذف میکنه. فرض کنیم که مثلا اینجا یه دونه دور بین این نودها وجود داره، میایم کوچکترین ظرفیت این یال‌ها رو پیدا میکنیم که اینجا الان یکه و با شروع از اون یکی در میون یکی کم میکنیم یکی زیاد میکنیم یکی کم میکنیم یکی زیاد میکنیم. این باعث میشه که اون یالی که داره کمترین ظرفیت از بین بره و ولی فلو بین این نودها هیچ تغییری نکنه، چون کاملا اون ظرفیت‌ها اون مقادیری که قبلا بوده اینجا حفظ شده. بنابراین ما بدون اینکه یالی اضافه کنیم یا فلو این نتورک رو عوض کرده باشیم میتونیم یه یال از این گراف حذف بکنیم و تبدیلش کنیم و با انجام مکرر این کار تمام دورهای موجود در این گراف رو حذف بکنیم و یک دونه گراف بدون دور بسازیم که گفتم این گراف بدون دور میسازیم در هم معادل با همون گرافیه که دنبالشیم. بنابراین از اینجا هم این مسئله لمسه که در قرار بود که چجوری اون دورها رو از روی گراف حذف بکنیم به دست میاد. با تنک این الگوریتمی که ساختیم همون حل کردن LP با MN به علاوه یک متغیر که MN تعداد XIJ هاست رو بذار هر I و هر J و یک متغیر XIJ بذاریم و یک همون متغیر L. حالا این سال پیش میاد که شاید بشه با خود همون فلو هم خود نتورک فلویی که ساختیم هم یک الگوریتم داشته باشیم که جواب بلس میتونیم با خود اون تکنیک های فلو و اینا اون نتورک با M به علاوه N به علاوه یک نود بیایم به ازای ولیو L این نتورک رو بسازیم و بررسی بکنیم که آیا جریان فیزیبلی وجود داره، جریان ممکنی شدنی وجود داره که اون ساپلای ها رو به این دماند برسونه یا نه با مقدار L و بیایم یه باینری سرچ بزنیم و اون مقدار L استاری که دنبالشیم رو پیدا بکنیم. که البته دقت کنید این جواب LP رو میاد با استفاده از حل میکنه، دوباره باید اون جواب LP رو تبدیل کنیم به ILP با همون راند سولوشن و از اون کارا. و این مسئله بازم میشه بزرگتر کرد و گسترشش داد که مثلا مسئله unrelated parallel machine میاد هر جا به J رو میگه که زمان TIJ واسش تعریف میکنه که اگر روی ماشین I پروسس شد، این یعنی که هر جا
روی ماشین‌های مختلف زمان اجرای متفاوتی داره. اگر روی ماشین 1 ران بشه 5 ثانیه مثلا طول میکشه، اگر روی ماشین 2 ران بشه 10 ثانیه طول میکشه و غیره. اینجوری بازم مسئله رو بزرگتر کردیم و اون شرطی که هر جاب روی زمان اجراش رو همه ماشین‌های مجازش یکسان باشه رو تبدیل کردیم به این که هر جاب میتونه زمان اجرای متفاوتی روی ماشین‌های مختلفی داشته باشه که بازم کاربردیه که مثلا ممکنه یه کامپیوتر مثلا اینا رو کامپیوتر در نظر بگیریم، یه کامپیوتر سخت افزار قوی تری داره و میتونه سریعتر اجرا بکنه اون جا، و یه کامپیوتری سخت افزار ضعیفتری داره و نمیتونه به همون سرعت اون جا رو انجام بده. بازم واسه این یه تو اپروکسیمیشن الگوریتم وجود داره با استفاده از همین تکنیک LP راوندینگی که داشتیم و کلا واسه مسئله های این تیپی تنها الگوریتم هایی که وجود دارن همین تکنیک LP راوندینگ. میان مسئله معادلش رو به صورت ILP مینویسن، اون مسئله رو ریلکس میکنن، LP شو مینویسن، LP رو یه سولوشن شدنی واسش به دست میارن و این سولوشن شدنی LP رو تبدیل به یک مسئله، بعد تبدیل به یک جواب واسه اون مسئله ILP و مسئله اصلی میکنه. حالا اگر P مساوی با NP نباشه اثبات شده که هیچ P اپروکسیمیشنی به ازای پی کوچکتر از 3 دوم بهتر وجود نداره. این بود از مسئله جنرال لود بالانسینگ. اگه سوالی هست در خدمت. خواهش می‌کنم. حالا اون قسمت چیزم بگم، پروبابلیستیک الگوریتم که میخواستم بگم، اونو یکم اسلایداش زیاد سعی میکنم این لمای آخرش رو نگم دیگه، فکر نکنم وقت بشه، یکم سخت. حالا بعدن خواستیم میتونیم اینا هم بگیم توی یک فرصت دیگه. حالا توی این قسمت میخوایم در مورد تئوری پروبابلیستیک توینگ ماشین ها صحبت بکنیم که یک کلاس نظری از یک سری الگوریتم های پرکتیکال به ما میدن. چون الان تو ذهن ما اینجوریه که الگوریتم های پرکتیکال، الگوریتم هایی که واسه ما توی عمل کاربرد دارن، فقط الگوریتم های کلاس پی ان، در حالی که ما میتونیم با همین الگوریتم های پروبابلیستیک این کلاس از الگوریتم های پرکتیکال رو گسترش بدیم به یک کلاس بزرگتری از الگوریتم ها. در کل یک الگوریتم پروبابلیستیک الگوریتمیه که در دیزاینش از خروجی یک رندوم پروسس استفاده شده که واسه سادگی این رندوم بودن رو به صورت سکه انداختن تعریف میکنن و معمولا این الگوریتم دارای مثلا اینستراکشن اینه که مثلا یه سکه بنداز. حالا به صورت فرمال یک پروبابلیستیک توینگ ماشین اینجوری تعریف میشه که یک نوع از نان دترمینیستیک توینگ ماشینه که هر استپ نان دترمینیستیکش یک استپ کوین فلیپ، یک استپ سکه انداختن نامگذاری میشه و دارای 2 لیگال نکست موو، یا 0 یا 1، یا شیر یا خط. میایم به هر کدوم از برنچ های بی این محاسبات این ماشین روی اینپوت W یک probability، یک احتمال اساین میکنیم. اینجوری که احتمال برنچ B رو مساوی با 2 به توان منفی کا در نظر میگیریم که کا تعداد کوین فلیپ هاییه که توی اون برنچ B اتفاق افتاده و میایم احتمال این که ماشین M استیرینگ W رو اکسپت بکنه مساوی میگیم با سیگمای احتمال
برنچ های B که B یک accepting برنچ باشه. طبیعتاً احتمال اینکه M ریجکت بکنه W رو میشه یک منهای اون احتماله که accept بکنه. حالا میگیم به ازای اپسیلون های بین 0 و 1/2 میگیم که ماشین M دیساید میکنه لنگویج A رو با احتمال خطای اپسیلون اگر W عضو A باشه، نتیجه بگیم که PM اکسپت بکنه W رو، احتمال اینکه M قبول بکنه W رو بزرگتر مساوی با 1 اپسیلون باشه و اگر W عضو A نباشه M ریجکت بکنه W با احتمال 1 اپسیلون. یعنی چی این؟ یعنی احتمال اینکه M در مورد W اشتباه بکنه حد اکثر اپسیلون باشه. اشتباه بکنه یعنی چی؟ یعنی W عضو A باشه و P و ماشین M بگه که نه W عضو A نیست، یا W عضو A نباشه و ماشین M بگه W عضو A هست. احتمال اینکه چنین خطایی رو انجام بده و حد اکثر اپسیلون باشه. حالا ما از روی این تعریفی که خوندیم میایم یه دونه کلاس از الگوریتم‌ها، یه دونه کلاس جدید تعریف میکنیم به عنوان BBP که این کلاس لنگویج هایی که دیساید میشن توسط یک probabilistic polynomial time توینگ ماشین با احتمال خطای 1/3. حالا سوال پیش میاد که این BBP هم مخفف Bounded Error Probabilistic Polynomial Time. پس BBP کلاس لنگویج هایی که توسط یک Probabilistic Polynomial Time توینگ ماشین دیساید میشن که اون تورینگ ماشین احتمالاتی دارای احتمال خطای 1/3. حالا سوال پیش میاد که چرا 1/3؟ چرا هر عدد دیگه رو اینجا نذاشتیم؟ و مثلا اگر ما اینجا 1/4 بذاریم، 1/5 بذاریم، آیا به کلاس متفاوتی از لنگویج ها میرسیم یا بازم همون کلاسه؟ پاسخ این سوال اینه که هر کانستنتی که بین 0 و 1 باشه اینجا میذاشیم اوکی بود و تمام اینا یک کلاس از لنگویج ها رو به ما میدادن. ما اینجا در مورد کلاس از لنگویج ها صحبت میکنیم چون یکم تئوری کامپیوتیشن اینا، ولی همون میتونیم کلاس از الگوریتم ها تو ذهنمون تصور بکنیم. میتونیم اونجا هر کانستنتی رو بذاریم به دلیل این اپلیکیشن لمایی که اینجا میخوایم اثبات بکنیم که اگر فرض کنیم اپسیلون یک کانستنت بین 0 و 1/2 باشه، در این صورت به ازای هر پولینومیال Pn فرقی نمیکنه، هر پولینومیال Pn اگر یه ماشین تورینگ probabilistic polynomial time M1 وجود داشته باشه که با احتمال خطای اپسیلون کار بکنه، عمل بکنه و اون لنگویج مثلا A رو دیساید بکنه، این لم میگه که یک probabilistic polynomial time تو این ماشینی وجود داره به صورت معادل که دقیقا همون لنگویج A رو دیساید میکنه، ولی این M2 با احتمال خطای 2⁻⁻n کار میکنه. بنابراین این به ما قدرت خیلی زیادی میده که دقیقا به ما میگه که شما واسه اگر یک پولینومیال تایم تو این ماشین واسه یک لنگویج وجود داشت، ما میتونیم به صورت دلخواه خطای ارور احتمال خطای این ماشین تورینگ رو به صورت دلخواه کم بکنیم، جوری که مثلا 2⁻100 بشه، 2⁻200 بشه، 2⁻1000 بشه. به صورت دلخواه میتونیم
احتمال خطای این ماشین تورینگ رو کم بکنیم که اگه مثلا 2^-100 باشه، احتمال اینکه این الگوریتم به ازای یک ورودی جواب اشتباه بده و این اشتباه بودن به دلیل یک خطای سخت افزاری رو کامپیوتری باشه که اون الگوریتم داره روش ران میشه، خیلی بیشتر از اینه که اون کوین فلیپ ها، اون سکه انداختن هایی که مثلا تو الگوریتم گفتیم مثلا اشتباه در بیان و الگوریتم رو به اشتباه بندازن. برای این که میتونیم یه الگوریتم با احتمال خطای 2^-100 ارائه بدیم، خیلی الگوریتم پرکتیکال و مفیدیه واسه ما. حالا ایده اثبات این لم چجوریه؟ این M2 میاد و اون ماشین تورینگ M1 رو به تعداد پولینومیال تایم اجرا میکنه و بعدش مجوری ووت میگیره از اوتکامای این ران هایی که رو M1 انجام داده. بنابراین خیلی هم الگوریتم ساده ای داره، میگه که مثلا 1000 بار M1 رو ران بکن، اگه بیشتر از 500 بار M1 اکسپت کرد اون ورودی رو، M2 اکسپت بکنن، در غیر این صورت ریجکت بکنن و احتمال خطا به صورت نمایی کاهش پیدا میکنه با افزایش تعداد دفعاتی که M1 رو ران بکنه. اگه اینو به صورت فرمال بیایم بنویسیم الگوریتم M2 رو، میگیم به ازای ورودی X بیا عدد کار رو محاسبه بکن که بعدا میگیم عدد کار چیه و کلا کار تو الگوریتم های پابلیستیک میاد و اون احتمال خطا probability error رو کنترل میکنه. توی استیج 2 میایم میگیم که بیا M1 رو به اندازه توکا ران بکن و اگر بیشتر ران ها M1 اکسپت کرد، M2 هم بیاد اکسپت بکنه و در غیر این صورت ریجکت باشه. ما برای اینکه اینو ثابت بکنیم که M2 توی به ازای هر پولینومیال تایم احتمال خطاش 2^-Pn، میایم احتمال اینکه M2 یک جواب اشتباه روی اینپوت X رو بده رو کران میذاریم میشه. فرض کنیم که S سیکونسی باشه که M2 توی استیج 2 به دست آورده باشه و فرض کنیم که PS احتمال این به دست آوردن سیکونس S باشه. این سیکونس S دارای یه سری جواب درسته و یه سری جواب اشتباه. مثلا اون ورودی X واقعا عضو لنگویج A بوده ولی M1 گفته که نه، این عضو این لنگویج نیست، که این میره جزو رانگ ریزالت ها. اگر M1 درست گفته باشه میره جزو کارکت ریزالت ها. مجموع C و W میشه همون توی کا، 2 ضرب در کا. حالا اگر C کوچیکتر مساویه با W باشه و M2 S رو obtain کرده باشه توی استیج 2، M2 جواب اشتباه رو میده. اینکه C کوچیکتر از W یعنی تعداد بارهایی که M1 اشتباه گفته باشه بیشتر از دفعاتی باشه که M1 درست گفته باشه. ما به چنین سیکونسی یک بد سیکونس میگیم، سیکونسی که باعث میشه که M2 اشتباه بکنه. فرض کنیم که X احتمال این باشه که M1 روی X اشتباه بکنه و S هر بد سیکونسی باشه. احتمال PS میشه کوچکتر مساوی با X به توان W یک منهای X به توان C، که یعنی احتمال این که
ماشین M1 روی ورودی 1 اشتباه بکنه به توان تعداد دفعاتی که اشتباه کرده و ضرب در احتمال اینکه M1 روی ورودی X درست بگه به توان تعداد دفعاتی که درست گفته که این کوچکتر مساوی با خود اپسیلون به توان W و 1 اپسیلون به توان C میشه. اپسیلون چی بود؟ اپسیلون احتمال خطای M1 رو همه ورودی، اون بیشترین احتمال خطای M1 رو همه ورودی است. پس طبیعتاً یه X کوچکتر مساوی با خود اپسیلون X کوچکتر مساوی با خود اپسیلونه و به جای هر کدوم از اون W و C ها هم میتونیم کا بذاریم که یه چیز اینه. اگر مثلا 2 تا عدد بخوایم در هم ضرب بکنیم، مثلا 3 و 7، این کوچکتر مساویه با این که بیایم وسطشون رو، چون کا در هم وسطه بینه، چون C به اضافه W میشه 2 کا میشه وسط بین اینا. کوچکتر مثلا 3 ضرب در 7 کوچکتر مساویه با 5 ضرب در 5. بنابراین PS کوچکتر مساویه با اپسیلون به توان کا و ضرب در 1 اپسیلون به توان کا میشه. حالا اگر بیایم این PS رو به ازای همه بعد سیکونس های S سام بزنیم، جمع بزنیم، به ما احتمال این که M2 روی ورودی X اشتباه بکنه به ما میده. ما در کل 2 به توان 2 سیکونس ممکن داریم و فرض بگیم مثلا همه این سیکونس ها بد سیکونس ها. بنابراین احتمال اینکه M2 روی ورودی X اشتباه بکنه مساوی میشه با سیگمای PS به ازای تمام بد سیکونس های S که این کوچکتر مساوی میشه با تعداد این سیکونس ها ضرب در احتمال هر کدوم از این سیکونس ها که اتفاق بیفتن، که تو اسلاید قبلی گفتیم که این مساوی با اپسیلون به توان کا ضرب در 1 اپسیلون به توان کا و تعداد سیکونس هم که 2 به توان 2 کاه که این 2 رو اگه بیایم وارد اون پرانتزا بکنیم در کل به 4 اپسیلون ضرب در 1 اپسیلون کلاً به توان کا میرسیم. از اونجایی که اپسیلون کلاً کوچکتر از 1/2 تو همه جا همه اسلایدامون چنین چیزی داریم که اپسیلون کوچکتر از 1/2 احتمال خطای یک ماشین تورینگ کوچکتر از 1/2 باشه، وگرنه اون ماشین تورینگ اصلا ماشین تورینگ پرکتیکالی نیست، چون 1/2 خطای رندومه. شما بخواید مثلا یه لنگویج یه دونه مثلا استرینگ X به شما دادن و میخواید دیساید بکنید که این X عضو A هست یا نه، شما رندوم یه دونه سکه بندازید و جواب بدید، این احتمالی که خطا رخ بده 1/2، احتمالی که شما اشتباه بگید 1/2، احتمالی که درست هم بگید 1/2. بنابراین لازم نیست مثلا شما یه ماشین تورینگ با خطای احتمال مثلا 2/3 داشته باشید، خیلی ماشین تورینگ بی مصرفیه، چون شما اولا میتونید با یک سکه انداختن بهتر از اون ماشین تورینگ عمل بکنید. بنابراین احتمال خطا همواره کوچکتر از 1/2. بنابراین وقتی ما به توان این 4 اپسیلون 1 اپسیلون کوچکتر از 1 میشه و بنابراین وقتی ما این رو به توان کا میرسونیم، این به صورت نمایی این احتمال کاهش پیدا میکنه و بنابراین احتمال اینکه M2 خطا بکنن به صورت نمایی کاهش پیدا میکنه. حالا این کاری که اینجا گفتیم باید کلکولیتش کنیم چجوری به دست بیاریم؟ میام با استفاده از همون چیزی که اینجا به دست آوردیم این رو بیان میکنیم. میگیم که فرض کنیم میخوایم این کوچکتر مساوی با یه 2 به توان -t بشه به ازای تی های بزرگتر از 1 که این تی همون خروجی پی ان است. ما فرض کنیم که میخوایم کل این کوچکتر از 2 به توان -t بشه که اگه لاگ بگیریم و
از اینجور کارا و آلفا رو مساوی با منفی لاگ 4 اپسیلون در 1 منهای اپسیلون در مبنای 2 بذاریم، اگر کار رو بیایم بزرگتر مساوی با تی به روی آلفا انتخاب بکنیم، این کاری که داریم مناسبه و احتمال خطای M2 میشه کوچکتر مساوی با 2 به توان منفی تی و این تی هم که گفتیم کاملا آربیتریه، کاملا دلخواه. بنابراین ما به صورت دلخواه میتونیم احتمال خطای M2 رو کوچیک بکنیم. بنابراین اون چیزی که مد نظرمون بود رو بهش رسیدیم. حالا توی اینجا میام خیلی سریع دونه الگوریتم پروبابیلیستیک واسه اول بودن یک عدد ارائه میدیم. همونجوری که تو اسلاید درسم بود، یک الگوریتم پولینومیال واسه تشخیص اول بودن یک عدد وجود داره، ولی اون خیلی الگوریتم سخت و غیر پرکتیکال و خیلی غیر ملموسیه و فکر کنم کانستنت های زیادی هم کانستنت های خیلی بزرگی هم توی اون چند جمله ایش داره ولی در اینجا ما خیلی الگوریتم سریع و پولینومیالی رو به صورت پروبابیلیستیک ارائه میدیم که کاملا ساده است و فکر کنم بیشتره مثلا الگوریتم هایی که توی لایبرری های مختلف اول بودن رو به پروبابیلیست و اینجا دقیقا میبینید که اون ایده‌ای که تو ذهنم هست که الگوریتم پرکتیکال فقط اون کلاس پیان اینجا گسترش پیدا میکنه و ما واسه اول بودن میایم یک الگوریتم پرکتیکال پروبابیلیستیک ارائه میدیم، چون همونجوری که گفتم الگوریتم های پروبابیلیستیک کافیه که مثلا یکیشون رو به دست بیاریم و بعد میتونیم به صورت دلخواه خطای اون الگوریتم رو کاهش بدیم. چیزی که اینجا اول میایم میگیم قضیه کوچک فرما لیتل ترم که اگر پی یک عدد اول باشه و آ عضو زد پی مثبت باشه، زد پی مثبت میشه اعداد صحیح 1 تا پی منهای 1، مثلا 1 2 3 مثلا 5 میشه 1 2 3 4. اگر پی اول باشه و هم عضو زد پی مثبت باشه، در این صورت آ به توان پی منهای 1 هم نهشته با 1 توی مود پی. این به ما یه دونه تست میده بهش میگیم فرما تست که میایم به اعدادی که فرما تست رو به ازای تمام ای هایی که به صورت نسبی اولا نسبت به اون عدد پی به این اعداد اسم سودو پرایم رو میگیم. سودو پرایم ها میشن خود اعداد اول اجتماعشون با یه سری اعداد به نام کارمایکل نامبرز که این کارمایکل نامبرز اعداد کامپوزیتی هن، اعداد مرکبی هن که فرما تست رو پس میکنن، توی فرما تست قبول میشن. حالا ما میایم یه الگوریتم ارائه میدیم واسه اینکه این سودو پرایم ها رو تشخیص بدیم که الگوریتم منطقی هم هست. به ازای ورودی پی بیایم به صورت رندوم کا تا عدد توی زد پی مثبت سلکت بکنیم و بیایم به ازای این اعدادی که سلکت کردیم ای آی به توان پی منهای 1 مود پی رو به ازای هر آی محاسبه بکنیم. اگر تمام این چیزهایی که محاسبه کردیم عددشون 1 شد اکسپت بکنیم، بگیم این سودو پرایمه و اگر اینجوری نبود یکی از این اعداد 1 نشد ریجکت بکنیم
که بازم این کاری که توی این الگوریتم گفتیم میاد error probability رو کنترل میکنه. نکته اصلی این الگوریتم اینه که اگر یه عددی سودو پرایم نباشه، توی نصف این عددهای زد پی به توان زد پی مثبت فیل میشه. اون تست فرماش توی نصف اعداد زد پی مثبت فیل میشه که این رو بدون اثبات میپذیریم، ولی نکته اصلی این الگوریتم اینه. بنابراین اگر پی یه سودو پرایم باشه که تمام این تست ها رو باید قبول بشه و الگوریتم با قطعیت کاملا میگه که این یک سودو پرایمه، و اگر پی یک سودو پرایم نباشه، همونجوری که گفتیم توی نصف اینها، حداقل نصف اینها فیل باید بشه. بنابراین احتمال این که توی هر کدوم از این AI تا A1 تا A1 قبول بشه میشه 1/2. بنابراین توی تمام این A1 A2 تا A1 بخواد قبول بشه میشه 1/2 ضرب 1/2 ضرب 1/2 تا همینجا آخر که اینا رو در هم ضرب بکنیم میشه 2 به توان منفی. بنابراین احتمال اینکه پی سودو پرایم نباشه و بخواد توی تمام این کاها پس بشه میشه 2 به توان منفی. بنابراین احتمال اینکه این الگوریتم در مورد سودو پرایم بودن پی اشتباه بکنه حد اکثر 2 به توان منفی کار. و این دقیقا اگه تعریف کلاس بی بی پی رو نگاه بکنیم، این دقیقا مثلا این الگوریتم تو کلاس بی بی پی میفته. حالا چیزی که داریم اینه که ما دنبال الگوریتم واسه اول بودن بودیم، اینکه پرایم بودن رو تشخیص بدیم و نه سودو پرایم بودن. میخوایم این الگوریتم سودو پرایم رو یکم تغییر بدیم جوری که پرایم بودن رو تشخیص بدیم. نکته اصلی ماجرا اینه که اگر p یک عدد اول باشه، یک دارای دقیقاً 2 تا ریشه داخل 2 تا ریشه مد اون عدد پیه، 1 و -1. و اگر و به ازای خیلی از کامپوزیت نامبرها عدد 1 دارای 4 ریشه یا بیشتر توی مد اون عدد است که این کامپوزیت نامبرها، همه کامپوزیت نامبرها اینجوری نیستن، ولی از خوششانسی ما همه کارمایکل نامبرها توی این کامپوزیت نامبرها میفته. یعنی 1 توی کارمایکل نامبرها دارای ریشه های بیشتر از 2. مثلا اگر عدد 21 رو نگاه بکنین، 1 توی مد 21 دارای 4 تا ریشه مثبت منفی 1 و مثبت منفی 8. یعنی 8 رو به توان 2 برسونی توی مد 21 میشه 1. بنابراین فکر کنم بتونین حدس بزنی که الگوریتم قرار چجوری باشه. ما توی سودو پرایم اومدیم سودو پرایم ها رو با بقیه اعداد متمایز کردیم، ولی مشکلی که داشتیم این که سودو پرایم ها شامل هم خود پرایم ها و هم کارمایکل نامبرها میشد. حالا یه ابزاری به دست آوردیم که خود کارمایکل هم بیایم تشخیص بدیم و از پرایم ها جدا بکنیم. بنابراین اگر یه عددی فرما تست رو توی آ قبول شد، میایم به صورت رندوم یکی از ریشه های 1 رو توی مد اون پیدا میکنیم. اگر این ریشه 1 یا -1 نبود، میدونیم که اون عدد پرایم نیست و کارمایکل بوده احتمالا، یا یه عدد کامپوزیت دیگه، میدونیم که پرایم نیست.
حالا چجوری این ریشه رو پیدا بکنیم؟ این ریشه عدد 1 این هم کاملا داریمش، چون اگر یه عددی عدد پی توی آ فرما تست رو پس شده باشه، این به معنی این بوده که آ به توان پی منهای 1 توی مود پی همنهیش بوده با 1 و از کافیه که اگه ما این توان اینجا تقسیم بر 2 بکنیم به ما همون ریشه 1 توی مود پی رو به ما میده. اگه این کار تقسیم بر 2 کردن رو انقدر تکرار بکنیم که هنوز 1 باشه، اگر این تقسیم بر 2 رو انجام دادیم و هنوز 1 بود، میایم هی تقسیم بر 2ش میکنیم اون توانش رو تا موقعی که به اینتجر باقی مونه، عدد صحیح باقی مونه و یه سیکونسی به دست میاد. تو این سیکونس اگر همه 1 بودن که اوکی، عدد اوله. اگر 1 بودن تا یه جایی رسید منفی 1 شد، این هم باز اوکیه، بازم معدل بود. و اگر 1 بود و به جای رسید که اون توانه همچنان اینتجر بود ولی اون عددی که بهش رسیدیم منفی 1 نبود، این به این معنیه که اون عدد اول نبوده. برای الگوریتمی که میرسیم خیلی ساده به این صورته که اون کار رو همون اول انتخاب میکنیم که مکسیموم پرابابیلیتی واسه ما کنترل بکنه. اگه پی زوج بود اکسپت میکنیم، اگر مساوی با 2 بود در این صورت ریجکت میشه. به صورت رندوم تو زد پی مثبت تا عدد انتخاب میکنیم. ای آی به توان پی منهای 1 رو واسه هر کدوم از اونا محاسبه میکنیم و اگر هر کدوم از اون یکی از اونا مخالف 1 بود ریجکت میکنیم. تا اینجا همون الگوریتم سودو پرایمه و عددی که اینجا به دست میاد یک سودو پرایم و اینجا میایم اون پی منهای 1 رو میشکنیم به اس ضرب در 2 به توان تی و هر کدوم و این سیکونس ای آی به توان اس ضرب در 2 به توان 0، ای آی به توان اس ضرب در 2 به توان 1 تا ای آی به توان اس ضرب در 2 به توان تی مود پی رو حساب کنیم. این اس ضرب در 2 تی از کجا اومد؟ اینجا گفتیم که اگر این همچنان 1 بود بیا و تقسیم بر 2 بکن. برای اینکه و گفتیم این زمان رو تا موقعی انجام بده که اینجا اینتجر باقی مونه. حالا بحث این که اون درگیر این که عدد اینتجر هست یا نه نشیم، میگم همون اول پی منهای 1 رو دوهاشو جدا میکنیم، تجزیهش میکنیم، دوهاشو جدا میکنیم، ببینیم چند تا 2 داره و ما تا کجا میدونیم تقسیم بر 2 بکنیم و این سیکونس رو به دست میاریم. اگه تو این سیکونس همشون 1 بودن که اوکی، میریم سراغ های بعدی. اگر همشون 1 نبودن میایم آخرین المنتی که 1 نباشه رو چک میکنیم. اگر اون عدد منفی 1 بود که اوکی، اگر منفی 1 نبود ریجکتش میکنیم چون این یک عدد اول نیست. بنابراین به راحتی یک الگوریتم پرایمالیتی به دست میاریم که اینجا ما 2 تا لم داریم که از اثبات اینا صرف نظر میکنیم، ولی اینجا اثبات اینه که دقیقا این الگوریتم پروبابیلیستیکیه که اگر پی یه عدد اول باشه، یه عدد اول فرد باشه، این الگوریتم با احتمال 1 اون عدد اول رو اکسپت میکنه و اگر پی 1 عدد کامپوزیت فرد باشه، این الگوریتم اون عدد رو به عنوان یک عدد پی اکسپت میکنه با احتمال 2 به توان منفی، یعنی احتمال این که این الگوریتم در مورد اول بودن یک
عدد اشتباه بکنه حداکثر 2 به توان -کاست و گفتیم که این انتخاب این کار دست ماست. ما میتونیم این رو به صورت دلخواه کوچیک بکنیم، مثلا بشه 2 به توان -3. بنابراین ما یه الگوریتم پرکتیکالی داریم که در مورد اول بودن یک عدد میتونه اظهار نظر بکنه و احتمال خطاش 2 به توان -100 باشه که یک عدد خیلی خیلی کوچیکی. پس بنابراین این الگوریتم پرایم جزو دسته BBP قرار میگیره و BBP الگوریتم های پرکتیکال ما رو بزرگتر از اون کلاس پی میکنه که همیشه تو ذهن ماست. و تموم شد. خواهش میکنم.